پاییز شده است. خورشید اکنون زودتر غروب می کند و روزها کوتاه می شود. باد ابرها را به این طرف و آن طرف می برد. گاهی قطره‌های باران بر زمین می چکد. برگ درختان کم کم رنگ تازه‌ای به خود می گیرد. بعضی زرد می شود، بعضی نارنجی و بعضی قرمز می شود. تغییر رنگ برگ ها رسیدن پاییز را خبر می دهد. میوه های پاییزی رسیده و خوشمزه شده است. پاییز فصل هلوی پرآب، سیب سرخ خراسان، خربزه شیرین اصفهان، انگور زرین شیراز و انار ساوه است. در پاییز مدرسه ها باز می شود و ما دوباره کار و کوشش را شروع می کنیم.